سلام بچه، چطورید؟ اینجا گیم اسپات، من دنی ام. قراره امروز یه چیز کاربردی با هم دیگه یاد بگیریم. داستان اینجاست که شما معمولا براتون پیش اومده که توی یوتیوب یا استریم جای دیگه دیدید که اتاقای گیمینگشون رو از سقف‌های ابری استفاده میکنن، همون ابر RGB که میبینید نورشون عوض میشه و خیلی اتاقو خفن میکنه. من میخوام امروز خیلی راحت بهتون یاد بدم که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای خودتون این کارو انجام بدید. البته هر چقدر که هزینه بیشتری تو این زمینه انجام بدید، کیفیت کارتون خیلی بهتر میشه. یکی از چیزایی که نیاز داریم که خیلیاتون فکر میکنید که پشم سگ که پشم سگ که اشتباهه، الیاف ویسکوزه. این الیاف یکی از قابلیتایی که داره اینه که اگر خدای نکرده اون RGB شما، یعنی LED استریپسی که استفاده میکنید، گرمای بیش از حدی تولید کنید یا اتصالی یا هر چیزی موجب آتش سوزی بشه، این آتیش نمیگیره. بچه نگاه کنید، فقط آب میشه. میبینید؟ یعنی از این بابت دیگه خیالتون راحته که خدای نکرده اتفاق نمیفته. ولی از چیزهای دیگه اگه بخواید استفاده کنید، یکی که اصلا نمیدونم چه شکلی در میاد، که معمولا فکر میکنم معمولا جایی که الیافا رو میفروشن میتونید از همونجا تهیه کنید، میتونید از اینترنتی سفارش بدید، همه جا هست، همه جور قیمتش هست. ولی به کیفیتی که بهتون میدن دقت کنید، چون وقتی اینا رو میخرین نگاه کنید بعضیاشون خیلی توش آشغال زیاده و این اصلا توی کار یه چیزی خیلی بد در میاد. خودتون خسته میشید دیگه، باید تک تک رو بگیرید، 1 کیلو الیاف رو تمیز کنید و اینجور داستانا. خب این از این. پس ما یه الیاف ویسکوز نیاز داریم و میریم سر مبحث اصلی. LED استریپ یا همون ریسه های RGB که مدل های خیلی زیادی داخل وبسایت های مختلف یا فروشگاه های مختلف هستش. تو این قضیه باید خیلی دقت کنید، چیزی که میخرید کیفیت خیلی خوبی داشته باشه، چون اکثر اینا یا خیلی گرونن به خاطر اون 16 میلیون رنگی که دارن و قابلیت هایی که بهتون میدن، یا خیلی ارزونن که اصلا به نظر من مناسب این کار نیست. چون بذارید یکی از این خوباشو براتون باز کنم. ببینید این کلا 16 میلیون رنگ داره، کنترل داره، به موبایلتون وصل میشه و حالت های خیلی زیادی رو پشتیبانی میکنه. یکی از خوبیایی که LED استریپس های گرون داره و ارزونا ندارن اینه که شما وقتی میخوای رو سقفت اینو بچسبونی، این خودش چسب داره، یعنی خیلی راحت روی سقف میچسبه و شما نیاز نداری چسب دو طرفه یا از چسب قطری استفاده کنی. اینجوری کارتون خیلی راحت تر میشه. و اینکه هر چقدر کیفیت نور اینا بهتر باشه، مسلما اون ابری که شما تو اتاقتون استفاده میکنید کیفیت خیلی خوبی میده. ببین کاری که ما باید بکنیم اینه که البته ما غیر از این ریسه و الیاف ویسکوز به یه چسب هم نیاز داریم. چسب سگ، چسبی که مثل خیلی خوب باشه، مثل سگ بچسبه، خیلی خوب بچسبه، همه جا بچسبه. و که شما وقتی اینو مثلا فرض کن من الان اینو باز میکنم و به این قسمتی که میخوام رو سقفم بزنم چسبوندم، خب این که اوکیه دیگه، اصلا جدا نمیشه. ولی خب باید یه جوری اینو روی اینا بچسبونیم دیگه. اینجا به نظر من از چسب قطره‌ای و نمیدونم چسب دو طرفه اصلا استفاده نکنید، فقط چسب سگ، چسب خوب، یه چسب خیلی خوب که من پیشنهاد میکنم از همین چسب‌های اسپری همه مدل برند هست استفاده کنید. خیلی راحت کار کردن باشه. قبلش باید حداقل 1-2 دقیقه تکونش بدید و بعد از